اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. در این درس من میخوام برای شما بفهمونم وقتی که حرف ها با حرکات می آیند چه خیلی خوانده می شود، یعنی با حرکت زبر، با حرکت زیر و با حرکت پیش. ا ای او، ب دی بو، ت تی تو، ث ثی ثو، ج جی جو، ح حی حو، ق خی خو، د دی دو، ذ ذی ذو، ر ری رو، ز زی زو، س سی سو، ش شی شو، ص صی صو، ض ضی ضو، ط طی طو، ض ضی ضو، ق قی قو، غ غی غو، ف فی فو، ق قی قو، ك كي كو، لا لي لو، ما مي مو، نا ني نو، و في و، ها هي هو، ا ای او، یا ی یو. این یعنی حروفات عرب با حرکت های زبر، زیر و پیش. و در اینجا نگاه کنید، حرف های استعلا را با رنگ آبی رنگ مقصد گذاشتن، اما حرف های استفاله را با رنگ سیاه. همین 7 حرف استعلا را و همین حرف را عموما 8 حرف را وقتی که با زبر اینها بیان، زبرشان مقصد فرق میکند از زبری که با حرف های استفاله میآید. یعنی حرف های استفاله وقتی که با زبر میآید و حرف های استعلا وقتی که با زبر میآید، آن وقت زبر اینها تلفظشان، صدایشان فرق میکند. انشاءالله من در درس های علاوه برای شما درست‌تر در این باره میفهمونم انشاءالله. این بود درباره یک حرکته، یعنی یک زبر، یک زیر و یک پیش. الان من درباره دو حرکته برای شما انشاءالله میفهمونم انشاءالله. این هم دو زبره که فقط نون یعنی تنوین اضافه می شود. ان این اون، بن بین بون، تن تین تون، ثن تین ثن، جن جین جون، حن حین حن، خن خین خن، دن دین دون، ون دین ون، رن رین رون، زن زین زون، سن سین سون، شن شین شون، صن صین صن، ضن ضین ضن، طن طین طن، ضن ضین ضن، قن قین قن، غن غن غن، فن فین فن، قن قین قن، کن کین کن، لن لین لن، من مین من، نن نین نون، ون وین ون، هن هین هن، ان این اون، ین یین یون. خب این بود حرفا با حرکات، یعنی دو زبر، دو زیر و دو پیش. و الان من میخوام یعنی درباره ساکین، یعنی وقتی که اینا ساکین شوند چه خیلی خونده میشه. در اینجا نگاه کنید، مثال واو ساکین است، الف پیش دارد، واو ساکین است، نون زبر دارد. این چه خیلی خونده میشود؟ او و نه، او و نه، او و نه، ای نه، دیگه ساکین است، ای ای نه، یعنی حرفی که به حرکت بود، یعنی به ا ای او، آن وقت خودش تنها خونده میشود، یعنی ی. مثال و ان ت ج، یعنی به حرکات، یعنی ای نه، او نه، بو نه. مثال سین، مثال مس مثال هر را ساکن است، هر در همون حرف مقصد چی؟ حرف به حرکات است، یعنی نه زبر دارد، نه زیر، نه پیش، ساکن است، پس خود همون حرف توقع خونده می شود. مثال ذو و به حرکات. و یک چیز دیگه برای شما میفهمونم، در اینجا نگاه کنید، الف است و در بالایش الف خرد است. این در اصل با کدام شکل است؟ من الان برای شما نشان میدم. این در اصل به این شکل است، یعنی الف زبر دارد و بعدش چیز الف آمده است. چون که من فهمیدم که مثال حرفای استعلا
وقتی که با الف بیاد و حرکت زبر داشته باشد پره خوانده میشد و حرف استفاله با الف بیاد و حرکت زبر داشته باشد نوپره. الف حرف استفاله است، پس در اینجا چی میشد؟ نوپره، یعنی اما در چاپای پاکستانی در قرآن های چاپ پاکستانی همین شکل مقصد نمی نویسن. مثال همین شکل نمی نویسن، پس چخل میکنن؟ به همین شکل می نویسن، یعنی همین الف را میگذارن و در بالایش همین الف خرد را میگذارن. وقتی که شما همین را که دیدین آن وقت شما بفهمید که یعنی این همین است، یعنی همین الف زبر داره و بعدش همین الف خوانندگی است که چی است؟ یعنی استفاله. این الف حرف استفاله است و یعنی نوپره خوانده می شود، یعنی این یعنی که همین است. انشالله امید دارم که درس را فهمیده باشید. جزاک الله خیرا و بارک الله فیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.